اوضاع در مکه هر روز متشنج‌تر می‌شد. قریش کم کم متوجه می‌شد که دین جدید ریشه‌های خود را محکم می‌کند و در تمام قبایل پیروان بیشتری جذب می‌کند. پیروان آن از تمام اقشار جامعه بودند. تلاش‌ها برای سازش با پیامبر بیفایده بود. آزار و اذیت نتیجه‌ای نداشت. رویکرد سختگیرانه در حال گسترش بود. از سوی دیگر پیامبر به تبلیغ دین خود و رساندن پیام خدا ادامه داد. کسانی که به او پاسخ دادند مشتاق بودند که برای مردم خود روشن کنند که دین جدیدشان تأثیر مثبتی بر زندگی به طور کلی دارد. آنها همچنین روشن کردند که حاضر نیستند ایمان خود را با غنی‌ترین جوایز معامله کنند. با این حال پیامبر متوجه شد که هیچ میزان ترغیب یا مذاکره‌ای باعث نمی شود که رهبران مکه نگرش خصمانه خود را نسبت به اسلام تغییر دهند یا آنها را متقاعد کند که باید نگاهی بی‌طرفانه به آن بیاندازند و آن را بر اساس شایستگی‌هایش قضاوت کنند. در واقع مکیان شروع به تشدید سرکوب خود کردند و مسلمانان ضعیف‌تر را در معرض شکنجه و آزار و اذیت بی‌پایان قرار دادند. آن دسته از یاران پیامبر که به قبایل قوی تعلق داشتند و از حمایت قبیله‌ای برخوردار بودند، مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. با این وجود اسلام هر روز تعداد بیشتری را به خود جذب می‌کرد. پیامبر که همیشه رهبری دوراندیش و آگاه بود، به یارانش توصیه کرد که به حبشه مهاجرت کنند، جایی که پادشاه مسیحی نجاشی به خاطر نفرتش از بی‌عدالتی شناخته شده بود. اگر که دلیل اصلی این مهاجرت که توسط اکثر مورخان ارائه شده است، این است که مسلمانان صرفاً برای نجات جان خود فرار می‌کردند، اما این حرکت قطعاً بسیار زیرکانه بود و پس از بررسی دقیق کل وضعیت انجام شد. در انتخاب پناهگاه احتمالی، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یارانش مشتاق بود مطمئن شود که مسلمانان یک نوع سرکوب را جایگزین نوع دیگری نکنند. از آنجایی که نجاشی به خاطر عدالتش شهرت گسترده‌ای کسب کرده بود، حبشه قرار بود خانه دوم دعوت اسلامی باشد. اولین گروه مهاجران مسلمان به حبشه شامل 16 نفر بود که 4 نفر از آنها زن بودند. برجسته ترین چهره در میان آنها عثمان ابن عفان بود که قرار بود خلیفه سوم شود و همسرش رقیه دختر پیامبر. در واقع عثمان اولین مردی بود که به همراه همسرش تنها به دلیل خدمت به خدا مهاجرت کرد، زیرا حضرت لوط قرنها پیش از آن مهاجرت کرده بود. آن 16 نفر موفق شدند قایقی پیدا کنند که آنها را به مقصدشان برساند. ظاهراً آنها توسط قریش تعقیب شدند و سعی کردند آنها را مجبور به بازگشت کنند، اما تعقیب کنندگان آنها زمانی به ساحل رسیدند که قایق از قبل حرکت کرده بود. گروه‌های دیگری از مهاجران نیز در فواصل زمانی مختلف به دنبال آنها آمدند. گروهی 10 نفری از کسانی که به حبشه مهاجرت کرده بودند خیلی زود به خانه بازگشتند. نه به این دلیل که محل اقامت جدید خود را ناخوشایند یافتند، بلکه به این دلیل که شنیده بودند قریش پیام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را پذیرفته و اسلام آورده است. کمی قبل از بازگشت به مکه، آنها متوجه شدند که گزارش‌هایی که بازگشت آنها را تسریع کرده بود، شتاب زده و نادرست بودند. بنابراین اگر می‌خواستند با خیال راحت به مکه برسند، باید برای خود سرپناهی تهیه می‌کردند. آنها موفق شدند این سرپناه را از برخی شخصیت‌های منصف در مکه بگیرند. حقیقت این گزارش این بود که پیامبر سوره 53 با عنوان ستاره یا نجم را زمانی تلاوت کرد که تعداد زیادی از مردم که بسیاری از آنها غیر مسلمان بودند در مسجد بودند. این سوره پایان بسیار قدرتمندی دارد که به مردم عظمت خداوند و کنترل او بر جهان هستی و اینکه آنها قطعاً خواهند مرد و رستاخیز خواهند یافت را یادآوری می‌کند. سوره با آیه آخر به اوج خود می‌رسد، آیه‌ای که به همه انسان‌ها دستور می‌دهد در برابر خدا سجده کنند و تنها او را بپرستند. پایان این سوره چنین است: پایان همه هستی نزد پروردگار توست و تنها اوست که شما را می‌خنداند و می‌گریاند.
و تنها اوست که میمیراند و زنده میکند و اوست که دو نوع نر و ماده را از قطره نطفه‌ای که بیرون میآید میآفریند و در توان اوست که زندگی دوباره بخشد و تنها اوست که بی‌نیاز میکند و مالک میسازد و اوست که پروردگار همه چیز است و اوست که قوم عاد و ثمود را هلاک کرد و اثری از آنها و همچنین قوم نوح را پیش از آنها باقی نگذاشت، زیرا همه آنها در شرارت خود بسیار مصمم و سرکش بودند. همانطور که شهرهای سرنگون شده را به هلاکت رساند و سپس آنها را برای همیشه از نظرها پنهان کرد. پس در کدام یک از قدرت‌های پروردگارتان می‌توانید شک کنید؟ این هشداری مانند هشدارهای پیشین است، اینکه قیامت که بسیار نزدیک است هر لحظه نزدیکتر می شود، اگرچه هیچ کس جز خدا نمی تواند آن را آشکار کند. آیا این وحی را عجیب می دانید؟ و آیا به جای گریه می خندید و مدام خود را سرگرم می کنید؟ نه، بلکه در برابر خدا سجده کنید و تنها او را پرستش کنید. 53، 43 تا 62. وقتی کسی در نظر می‌گیرد که قرآن همیشه ریتم قدرتمندی دارد که برای موضوع آن مناسب تر است، می‌توان تصور کرد که ریتم قدرتمند در اینجا باعث می‌شود این آیات مانند ضربات بسیار محکم به نظر برسند. آن اعرابی که به تلاوت این سوره توسط محمد، پیامبری که این سوره بر او نازل شده بود، گوش می‌دادند، در اعماق قلب خود می‌دانستند که او هرگز دروغ نمی‌گوید. از این رو تک تک آنها، مسلمان و غیر مسلمان، طبق دستور خدا به سجده افتادند. ولید ابن مغیره، پیرمردی کافر، مشتی خاک برداشت و پیشانی خود را بر آن گذاشت. هنگامی که خبر این رویداد به حبشه رسید، به شکلی تحریف شده به مسلمانان آنجا رسید و به آنها القا کرد که تمام مشکلات در مکه تمام شده و قریش تصمیم به پذیرش اسلام گرفته است. از این رو بازگشت سریع آنها. 2. توجیه ساختگی. اندکی پس از آن کافران متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. دیگران مانند ابوجهل وقتی داستان را شنیدند نمی توانستند به آنچه شنیده بودند اعتماد کنند. آنها می‌خواستند به مخالفت با پیامبر ادامه دهند، اما مجبور بودند رفتار خود را توضیح دهند و کل حادثه را به عنوان یک رویداد بی اهمیت رد کنند. یکی از شاعران آنها این ایده شیطانی را مطرح کرد که محمد از خدایان آنها با عباراتی مثبت یاد کرده است. آنها تا آنجا پیش رفتند که 2 بیت شعر در ستایش بت‌هایشان ساختند و ادعا کردند که پیامبر هنگام تلاوت سوره برای آنها از این اشعار استفاده می‌کرده است. انجام این کار برای آنها آسان بود، زیرا سوره از 3 بت معروف آنها، لات، عزا و منات نام میبرد. اما قرآن در این سوره خاص درباره آنها چه میگوید؟ آیا به لات و عزا و همچنین منات، سومین و آخرین از این سگانه اندیشیده اید؟ چرا برای خود پسر انتخاب میکنید در حالی که برای او دختر قرار میدهید؟ این واقعاً تقسیم ناعادلانه است. این موجودات چیزی جز نامهای پوچی نیستند که شما و پدرانتان آنها را ساخته اید. و خداوند هیچ دلیلی از جانب خود برای آنها نازل نکرده است. آنها که آنها را میپرستند جز گمان و خیال خام چیزی پیروی نمی کنند، در حالی که از جانب پروردگارشان هدایت درست برایشان آمده است. در اواسط این قسمت بود که آن جاهلان قریش سعی کردند 2 بیتی ساختگی خود را که از نامهای 3 بتشان گرفته شده بود تحمیل کنند. 2 بیتی ساختگی چنین بود: اینان پرندگان والا مقامی هستند که شفاعتشان مطلوب است. آنها کمتر به این فکر می‌کردند که چنین تحمیلی نمی‌تواند توسط هیچ فرد متفکری در میان آنها پذیرفته شود. تقریباً هر آیه‌ای در این سوره با چنین توصیف یا چنین مصالحه‌ای در تضاد است. کافی است متن نقل شده در بالا را به همراه بیت مورد ادعا بخوانید تا متوجه شوید که کل ماجرا کاملاً ساختگی بوده است. حتی خود کافران مکه نیز قانع نشدند و این گزارش را به کلی کنار گذاشتند، اگرچه برخی از مستشربین بی‌وجدان و دیگر افرادی که با اسلام دشمنی دارند سعی کردند از آن چیزی بسازند. کاملاً مشخص است که اکثر اعراب در آن زمان نمی‌توانستند بخوانند یا بنویسند. بنابراین
جای تعجب نیست که تاریخ وقایع به طور دقیق ثبت نشده است. نمیتوان با اطمینان گفت که چند گروه از مهاجران به حبشه از میان مسلمانان مکه قبل از گروه اول یا برخی از اعضای آن در سفر بازگشت به مکه رفته بودند. بسیاری از کسانی که بازگشتند پس از اینکه متوجه شدند هیچ چیز در مکه تغییر نکرده است، احساس کردند که باید به حبشه برگردند. در واقع اوضاع برای مسلمانان بدتر شد. مهاجران در گروه‌های کوچک 2 یا 3 خانواده در یک زمان خارج می‌شدند. بسیاری از مسلمانان جوان هنوز ازدواج نکرده بودند. بنابراین تعداد مردان در میان مسلمانان حبشه بسیار بیشتر از زنان بود. در مجموع 82 یا 83 مرد به همراه 19 زن به حبشه رسیدند. آنها بخش بزرگی از جامعه مسلمانان را تشکیل می‌دادند. کسانی که در مکه باقی ماندند ممکن است کمتر از کسانی باشند که مهاجرت کردند. این یک حرکت تاکتیکی زیرکانه از سوی پیامبر بود که یک وضعیت بالقوه انفجاری را خنثی کرد. از همه ظواهر مسلمانانی که در مکه ماندند هیچ تهدیدی برای نظم اجتماعی آن محسوب نمی‌شد. این امر مسلماً استدلال تندروها را که طرفدار رویکردی قاطع در قبال مشکلی بودند که اسلام نماینده آن بود تضعیف می‌کرد. با این حال قریش کاملاً از اینکه مسلمانان بتوانند از استبداد آن فرار کنند و در محل سکونت جدید خود به آرامش و امنیت برسند ناراضی بودند. جلسه‌ای برای بحث در مورد وضعیت تشکیل شد و تصمیم گرفته شد که هیئتی نزد نجاشی فرستاده شود و از او خواسته شود مسلمانان را تبعید کرده و به خانه‌هایشان بازگرداند. عمر بن عاص و عبدالله بن ابی ربیعه برای این مأموریت انتخاب شدند. به ویژه عمر به خاطر مهارت‌های دیپلماتیکش مشهور بود. او هدایای زیادی با خود حمل می‌کرد که با آنها سعی داشت هنگام ارائه درخواست خود جو دربار نجاشی را مساعد کند. درخواست استرداد فراریان طرح عمر این بود که به هر یک از بزرگان قبیله که در دربار نجاشی حضور داشتند هدیه‌ای نفیس از پوست حیوانات هدیه دهد. او با این احساس که می‌تواند به کمک آنها تکیه کند، مأموریت خود را توضیح داد و گفت: چند نفر از قوم ما که از دین ما جدا شده اند به سرزمین شما رسیدند. آنها که علیه دین ما شورش کردند، دین شما را نپذیرفتند. در عوض آنها روند جدیدی را آغاز کردند که نه برای شما و نه برای ما ناشناخته است. ما به عنوان نمایندگان رهبران خود آمده ایم تا از پادشاه بخواهیم این فراریان را استرداد کند. وقتی این درخواست را به پادشاه ارائه می دهیم، امیدواریم که شما به او توصیه کنید که بدون زحمت فراخواندن آنها و صحبت با آنها این درخواست را بپذیرد. بدون شک شما موافق خواهید بود که مردم خودشان برای قضاوت منصفانه در مورد آنها و تعیین اینکه آیا عقیده آنها فایده‌ای دارد یا خیر مجهزتر هستند. بزرگان به امر و دوستش قول حمایت دادند. بدین ترتیب زمینه برای تصمیم سریع نجاشی به نفع عمرو و عبدالله فراهم شد. وقتی آن دو به دربار پذیرفته شدند، هدیه گرانبها از پوست شتر عالی به پادشاه تقدیم کردند. برای او این بهترین هدیه‌ای بود که می‌توانستند بیاورند. او چنان از این موضوع خوشحال شد که بلافاصله از آنها خواست تا درخواست خود را مطرح کنند. هیچ چیز برای هیئت نمایندگی قریش نفرت انگیزتر از آن نبود که نجاشی پادشاه نجر علی از سرنوشت‌های یکی از چیزهایی که از آنها نفرت دارند بپرسد. باید مسلمانان را برای ارائه استدلالشان احضار کنند. از این رو آنها تاکید کردند که مسلمانان مسیحیت دین خود نجاشی را انتخاب نکردند. آنها همچنین تاکید کردند که درخواست خود را از طرف والدین و عموهای خود فراریان مطرح می‌کنند که به ویژه در جامعه قبیله‌ای عرب نمی‌توان از آنها انتظار داشت که به آنها آسیبی برسانند. هنگامی که آنها استدلال خود را مطرح کردند، بزرگان از آنها حمایت کردند و گفتند مطمئناً مردم آنها برای قضاوت در مورد آنها آماده‌تر هستند. استرداد روش مناسبی است که پادشاه در این شرایط اتخاذ کند. نجاشی بسیار عصبانی شد. او گفت: گروهی از مردم که به من پناه آوردند و مرا بر همه ترجیح می‌دهند به طور خلاصه قضاوت نخواهند شد. من ابتدا آنها را احضار می‌کنم و به آنها فرصتی می‌دهم تا به آنچه این دو نفر در مورد آنها ادعا کردند پاسخ دهند. اگر این ادعاها را درست بدانم، آنها را استرداد خواهم کرد. در غیر این صورت مطمئناً از حمایت من برخوردار خواهند شد. بنابراین صحنه برای یک رویارویی بزرگ آماده شد. نیازی به گفتن نیست که هیئت مکه از تصمیم نجاشی
بسیار ناامید شدند، اما نتوانستند کاری در مورد آن انجام دهند. آنها مجبور بودند هنگام احضار مسلمانان در دربار حضور یابند. مسلمانان هنگامی که فرستاده پادشاه به آنها دستور حضور در دربار را ابلاغ کرد، با یکدیگر مشورت کردند. آنها متفق القول بودند که به هر سوالی که از آنها پرسیده می شود صادقانه پاسخ دهند. آنها تمام حقیقت را همانطور که پیامبر به آنها آموخته بود، صرف نظر از نتایج احتمالی آن بیان می کردند. وقتی آنها را به حضور پادشاه پذیرفتند، بزرگانش او را احاطه کرده بودند. فضای فوق‌العاده‌ای حاکم بود. با این حال او مستقیما به اصل مطلب پرداخت و از آنها پرسید این دین جدیدی که شما با قوم خود بر سر آن اختلاف دارید و با دین من و با همه ادیان شناخته شده دیگر مغایرت دارد چیست؟ مسلمانان جعفر ابن ابی طالب، پسر عموی پیامبر، را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرده بودند. او استدلال خود را به شرح زیر بیان کرد. در گذشته نه چندان دور ما مردمی نادان بودیم. بت‌ها را می‌پرستیدیم، مردار می‌خوردیم، انواع گناهان را مرتکب می‌شدیم. برای حفظ روابط خوب با خویشاوندان خود ارزش کمی قائل بودیم و با همسایگان خود بدرفتاری می‌کردیم. شعار غالب ما این بود که زور و قدرت حق است. وضعیت ما همچنان اینگونه بود تا اینکه خداوند پیامبری از میان خودمان برای ما فرستاد که نام نیک، صداقت، اخلاص و درستکاری او برای ما کاملا شناخته شده بود. او ما را به ایمان به خدای یگانه و واحد و توقف در برابر فراخواند. ما بت‌هایی را که ما و اجدادمان در کنار او می‌پرستیدیم پرستش می‌کردیم. او ما را همواره به راستگویی و درستکاری، نیکی به خویشاوندان و همسایگان، حفظ جان و پرهیز از خونریزی، پرهیز از گناه، سوگند دروغ، غارت اموال یتیمانی که به ما سپرده شده‌اند و تهمت زدن به زنان محترم فرمان داد. او همچنین به ما فرمان داد که عبادت خود را تنها برای خدا انجام دهیم و هیچ شریکی برای او قرار ندهیم. او همچنین به ما دستور داد که مرتباً نماز بخوانیم، صدقات پاک کننده خاصی بدهیم و روزه بگیریم و غیره. ما به او پاسخ مثبت دادیم، به او ایمان آوردیم و از او حمایت کامل کردیم. ما از این احکام الهی که او به ما ابلاغ کرد پیروی کردیم. ما شروع به پرستش تنها خدا کردیم، از آنچه او ما را حرام کرده بود خودداری کردیم و آنچه را که برای ما حلال کرده بود پذیرفتیم. با این حال قوم ما به ما حمله کردند و ما را مورد شکنجه جسمی قرار دادند تا ما را مجبور کنند به بت پرستی بازگردیم و به اعمال گناه آلودی که قبلا انجام میدادیم بپردازیم. ما که بر ما غلبه شده بود، مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودیم و آزادی انتخاب دین و عمل به آن از ما سلب شده بود، به کشور شما پناه بردیم و شما را بر همه حاکمان دیگر ترجیح دادیم، به این امید که در پناه شما هیچ بی‌عدالتی متحمل نشویم. نجاشی از جعفر خواست که آیه‌ای از قرآن را برای او بخواند. جعفر بخش آغازین سوره 19 با عنوان مریم را انتخاب کرد که درباره حضرت زکریا و پسرش یحیی صحبت می‌کند و سپس به داستان تولد عیسی از باکره می‌پردازد. نجاشی و پدرانش اشک می‌ریختند. سپس گفت: آنچه من شنیده‌ام از همان منبعی است که وحی‌های عیسی از آن سرچشمه می‌گیرد. سپس او هیئت قریش را مرخص کرد و به مسلمانان اطمینان داد که از حمایت کامل او برخوردار خواهند بود. با این حال در ذات امور نیست که کسانی که خود را در برابر حقیقت می‌بینند به راحتی شکست را بپذیرند و از تلاش برای سرکوب آرمانی که با آن مخالفند دست بردارند. خصومت با حقیقت اغلب وحشیانه، غیر اخلاقی و تسلیم ناپذیر است. اگر کسی حقیقت را به عنوان یک مرد تصور کند، از نوع صادق رک و راست خواهد بود. تلاش برای کسب هر گونه سود، بزرگ یا کوچک، با روش‌های کوچک یا گمراه کننده، کاملاً با طبیعت او بیگانه خواهد بود. حقیقت همچنین روشی مستقیم، روشن و منطقی برای رساندن منظور خود به ذهن انسان دارد. از این رو دشواری مخالفان آن در مقاومت در برابر آن بسیار زیاد است. بنابراین آنها اغلب نیاز اجتناب ناپذیری به توسل به روش‌های پست و گمراه کننده می‌بینند. این یک جاده رغزنده است. وقتی شروع شود،
دیگر توقفی وجود ندارد. تنها راه خروج از این معضل مخالفان حقیقت این است که تسلیم شوند. آنها یا می‌توانند از حقیقت پیروی کنند یا این واقعیت را بپذیرند که با آن مخالفند و اجازه دهند که مسیر خود را طی کنند. مطمئناً هیئت قریش که سعی در استرداد پناهندگان مسلمان در حبشه داشتند، چنین روحیه‌ای نداشتند. پس از شکست در تلاش خود برای غلبه بر حس عدالت‌خواهی نجاشی، با ارائه هدایای گرانبها و شخصی به او و بزرگانش، شروع به فکر کردن به راه دیگری و گمراه کننده تر برای رسیدن به هدف خود کردند. هنگام ترک دربار نجاشی، عمرو بن عاص حیله‌گرترین هیئت 2 نفره به همکارش عبدالله بن ابی ربیعه گفت: فردا با چیزی نزد او برمیگردم که باعث می‌شود همه آنها را نابود کند. عبدالله او را از چنین اقدامی برهرز داشت و به این واقعیت اعتراض کرد که آنها هنوز خویشاوند خودشان هستند. روز بعد عمرو نزد نجاشی بازگشت و به او گفت: این مردم ادعای بسیار عجیبی درباره عیسی می‌کنند. شاید بهتر باشد در این مورد از آنها سوال کنی. وقتی مسلمانان دلیل احضار دوم خود برای حضور در دربار پادشاه را فهمیدند، بسیار نگران شدند. با این حال آنها تصمیم گرفتند که به حقیقت پایبند باشند و استدلال خود را صریح و روشن بیان کنند. آنها صرفاً آنچه را که رسول خدا به آنها آموخته بود، صرف نظر از عواقب آن بیان می‌کردند. برخی ممکن است استدلال کنند که در شرایط حساس آنها موضع مسلمانان ممکن است احمقانه بوده باشد. این وضعیت مستلزم موضعی تا حدودی دیپلماتیک بود. با این حال افراد با ایمان چنین استدلالی را کوتاه‌بینا نمی‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که حقیقت بلندتر و صریح‌تر صحبت می‌کند. اگر فرصتی به آن داده شود، همیشه پیروز خواهد شد. برای پناهندگان مسلمان در حبشه، این استدلال صرفاً بیان حقیقتی بود که توسط خدا نازل شده و توسط رسولش ابلاغ شده بود. تفره رفتن غیر قابل تصور بود. علاوه بر این، تفره رفتن با ماهیت کسانی که از حقیقت پیروی می‌کنند بیگانه است. بنابراین جعفر، سخنگوی مسلمانان، بدون هیچ تردیدی به سؤال نجاشی در مورد دیدگاهشان نسبت به عیسی پاسخ داد: دیدگاه ما همان چیزی است که پیامبرمان به ما آموخته است. عیسی بنده و فرستاده خداست. او روح و کلمه اوست که به مریم باکره القا شده است. نجاشی چوب کوچکی از زمین برداشت و گفت: آنچه شما در مورد عیسی گفتید به اندازه این چوب از حقیقت فراتر نمی رود. او در پاسخ به تمسخر و استهزای بزرگان گفت: درست است، مهم نیست چه میگویید. سپس به مسلمانان گفت: شما در سرزمین من در امان هستید. هر کس به شما آسیبی برساند به دست عدالت سپرده خواهد شد. حاضر نیستم به هیچ یک از شما در ازای کوهی از طلا آسیبی برسانم. سپس به بزرگان خود دستور داد تا هدایای هیئت قریش را برگردانند. نقشه زیرکانه. مهاجرت اصحاب پیامبر به حبشه رویدادی بسیار مهم بود که میتوان آن را به طور دقیق اولین اقدام سیاسی بزرگ پیامبر توصیف کرد. اگرچه مردم اغلب به تمایل پیامبر برای رهایی اصحابش از آزار و اذیت قریش اهمیت بیشتری میدهند، اما این مهاجرت اهداف مشخصی داشت. اگر کسی مهاجرت و کل اوضاع حاکم بر مکه در آن زمان را تجزیه و تحلیل کند، مطمئناً متوجه خواهد شد که دلایل بسیار مهمتری وجود داشته که این مهاجرت را به یک حرکت استراتژیک زیرکانه از سوی پیامبر تبدیل کرده است. بررسی دقیق فهرست افرادی که به حبشه سفر کردند نشان می‌دهد که به ندرت کسی از عناصر ضعیف و آسیب پذیر که تحت شکنجه‌های غیر قابل تحمل قرار گرفتند به مسافران پیوستند. مورخان آن دوره در مورد عمار بن یاسر که به همراه والدینش هدف برخی از وحشیانه ترین انواع شکنجه قرار گرفتند، مطمئن نیستند. در واقع هر دو والدین او زیر شکنجه جان باختند. با این حال مورخان مطمئن هستند که افرادی مانند خباب بن ارت و بلال بن رباح که مشهورترین همرزمان عمار بودند سفر نکردند. از سوی دیگر میتوان دریافت که فهرست مسافران شامل نام بسیاری از افراد برجسته است که به قبایل مشهوری تعلق داشتند که قادر به تامین امنیت آنها بودند. در این فهرست نامهای عثمان بن عفان از قبیله امیه، ابو حذیفه بن عتبه از قبیله عبد شمس که پدرش یکی از رؤسای مکه بود و همسرش سهل بنت سهیل از قبیله عامر که پدرش بعداً فرماندار مکه شد، زبیر بن عوام از قبیله اسد، عبدالرحمن بن عوف از قبیله زهره،
ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد از مخزوم، سهیل بن وهب از فهر، مصعب بن عمیر از عبدالدار و جعفر بن ابی طالب از خاندان هاشمی که پسر عموی پیامبر بود. تنها کافی است به این نام‌ها نگاه کنیم تا متوجه شویم که مهاجران به بیشتر اگر نگوییم همه ابویل قریش تعلق داشتند و بسیاری از آنها به خانواده‌های بلند مرتبه در مکه تعلق داشتند. در ساختار قبیله عربستان چنین افرادی نمی‌توانستند مانند مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گیرند. بردگان، متحدان و دیگر افراد آسیب پذیر. شاید بیشترین چیزی که چنین افرادی مجبور به تحمل آن بودند، توهین کلامی بود، یا گاهی اوقات ممکن بود به دعوای لفظی کشیده شوند یا با تمسخر و استهزا روبرو شوند. این ممکن است مردم را به شدت آزار دهد، اما تأثیر کلی آن با شکنجه جسمی که رؤسای مستبد قریش بر مسلمانان ضعیف‌تر اعمال می‌کردند متفاوت است. چنین توهین کلامی ممکن است دردناک باشد، اما مستلزم قطع ارتباط با قبیله خود و عبور از دریا توسط مردم بیابان برای زندگی در سرزمینی دور در میان غریبه‌های کامل نیست. نکته‌ای که باید در اینجا ذکر شود این است که ابوبکر نزدیکترین فرد به پیامبر از میان تمام یارانش نیز این سفر را آغاز کرد و از مکه سفر کرد. با این حال در فاصله دور از شهر مالک ابن دقینه با او ملاقات کرد که خروج مردی با قد و قامت ابوبکر از مکه را غیر قابل قبول دانست. مالک او را متقاعد کرد که برگردد و از او حمایت کرد تا ابوبکر مورد آزار و اذیت قرار نگیرد. تصور این که ابوبکر در حالی که 7 برده مسلمان را برای نجات آنها از آزار و اذیت فیزیکی خریده بود، مورد شکنجه جسمی قرار گرفته باشد، غیر ممکن است. چرا او باید سفر کند در حالی که بلال، برده سابقی که او آزاد کرده بود، انجام این کار را ضروری نمی‌دانست؟ نمی‌توان پاسخ رضایت بخشی به چنین سؤالی داد، مگر اینکه بگوییم چشمانداز بسیار وسیع‌تری نسبت به فرار صرف افراد تحت آزار و اذیت برای این مهاجرت توسط یاران پیامبر وجود دارد. تجدید وفاداری‌ها برای انجام این کار باید نگاهی تازه به وضعیت مکه درست قبل از تصمیم پیامبر برای تشویق یارانش به رفتن به حبشه انداخت. در دوره بین اعلام پیام پیامبر و این مهاجرت تقریباً 2 سال آشفتگی زیادی در مکه وجود داشت و قریش مخالفت شدیدی با پیام جدید نشان می‌داد. قریش اساساً از دعوت به پذیرش اسلام متزلزل شد. تمام تلاش‌ها برای مهار آن بیهوده بود. اما اگر تندروها فشار را افزایش می‌دادند، آنها را به کجا می‌برد؟ شاید لازم بود قبل از طرح این سوال به آن پاسخ داده شود تا قریش بتواند عواقب هر تصمیمی را در نظر بگیرد. مهاجرت به حبشه این موضوع را روشن کرد. مهاجران شامل یک مرد بودند